در صحیح بخاری حدیث شماره 527 و صحیح مسلم حدیث شماره 137 از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم چه عملی به نزد الله عزوجل از سایر اعمال محبوب تر است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خواندن نماز در وقت خودش. گفتم بعد از انجام نماز در وقت خود چه عملی بهتر است؟ فرمودند نیکی و خدمت در حق پدر و مادر. گفتم پس از آن چه عملی بهتر است؟ فرمودند جهاد در راه الله عزوجل. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه افزود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این جوابها را به من دادند. اگر سؤال بیشتری می کردم باز جواب بیشتری می دادند.